ببین کی اومده. گردونه چس با یه اسکین خفن دیوونه کننده NYX. من قبلا 3-4 باری زده بودمش ولی خب شانس نداشتیم. بریم برای باگی ریز. ضربه اول ببینیم چی میده این نایف اکتیویژن. نامردی نکن داداش، بدگان ما بریم با بچه ها کلافو بتره کنیم. حالا وقت ضربه دومه. چیو داد؟ پشما اسکینو داد. بچه شما اینو میبینید یا من دارم توهم میزنم؟ واقعی این باورم نمیشه اسکینو داد. این یه معجزه هستا. بریم ضربه سوم. حالا وقت گانو بده ما بریم. گانو هم داد. حاجی این اکتیویژن داره حرف ما رو گوش میکنه ها. این اکتیویژن داره حرف ما رو گوش میکنه. اصلا باورم نمیشه. این یه شانس بود یا یه باگه؟ حتما اینو تو کامنت ها بهم بگید. اگه شما میخواید این گردونه بزنید قبل من اینجوری با اکتیویژن صحبت کنید، به شما میده انشالله. حالا یه قلب ریزم براش بزنم چون جز اسکین فوق‌العاده دوست داشتنیه. ببینید ورودشو یه خفنه. پشمام عالیه، عالی. هرچی بگم کم گفتم براش. یه عکس هم ازش بگیرم. فوق‌العاده است این اسکین. بذار یه هایلایت کیلم ببینیم با HS. من میام حالشو برید. خب بریم سراغ اصل کاری. آیا این گام واقعا ارزششو داره یا فقط یه هایپ الکیه؟ اینجا داداشم کیارمو داریم با HS یه مقایسه بزنیم. این دوتا گان محبوبو تو فرسسکوپ اونجوری که می‌بینیم. داشکریممون یه ذره به خاطر این که تیراش جمعه خوبه، از HS بهتره یعنی. ولی خب HS محبوب دلهای دیگه، جز گانهاییه که همه دوستش دارن، نمیشه براش رقیب گذاشت یعنی. این گردونه به نظرم ارزش زدن رو داره، عالیه. ولی خب اول شانستون رو مثل من امتحان کنید. شاید شما هم یه 2-3 باری بزنید به شما هم میده. آره خب بریم با هد اینا رو مقایسه کنیم. بعد با هم دیگه بریم یه پرکاش هم مقایسه با پرک هم نگاه کنیم، ببینیم با پرک هم اینجوری میزنن یا نه، کدومش بهتره. یه لحظه اینم بهتون میگم کدوم پرکا رو انتخاب کنید. یعنی برای شاتگان لانگ برل رو بذارید و بذار بیا پایین لانگ رنج با فاسسکوپ بهترینه. یعنی فاسیدیس ببخشید، فاسیدیس جز بهترین پرکاست. یعنی جز این دیگه پرکیریه به درد شاتگان نمیخوره تو این سیزن جدید. اینجوری همونطور که میبینید هر دوتا وان شاته با پرک. ولی خب کیارم از نظر من سخت‌تره باش. اگه میس میدین نزنید با کیارم. HS بهتره. HS فاسسکوپو همینجور که میبینی 300 تا رو دمیج میده تو سینه. ولی خب بذار اول کیارم رو تست کنیم. نما کنید دمیجشو 500 تا. پشمام
با پرک یعنی 100% وان شاته، ولی خب تیراشو نگاه کنین نقطه است، سخته واقعا. HS نگاه بهتره نظرم. حالا هیپ فایر HS 100% یعنی اتچمنتی که به شما میدم همونجور خودتون میبینید هیپ فایر دیگه. برای هیپ فایر عالیه. یه چند تا کیل اینجوری بگیریم لذت ببرید ازش. ببینید همش هیپ فایر وان شات وان شات، هر دوتا وان شاته. اتچمنت هر دوتاشون رو براتون تو ویدیو گذاشتم. واسه تا اینجا هم که اومدید حتما لایک سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها، تا از بقیه ویدیومون با خبر بشید. مرسی که هستید. عالی عالی، دم همتون گرم. تا ویدیو بعد.